الحمد لله رب العالمين، صلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام علیکم برادران عزیز و نمازگزاران محترم. خداوند را شکر و سپاس و ستایش میکنیم بر اینکه من و شما را نعمت صحت عطا کرد، ایمان و توفیق و هدایت داد که در رمضان مبارک تا این روزهای شبهای قدر رسیدیم و توفیق داد به سوی خانه خودش به مسجد رسیدیم برای نماز ادا کردن قیام شبهای رمضانی و ختم قرآن کریم. بنابراین من و شما خداوند را شکرانه میکنیم بر این هدایت، بر این ایمان، بر این توفیق داده خدا که ما و شما را خداوند در مسجد خودش با تن صحت دعوت کرد و دعا میکنیم برای آنانی که از من و شما با ما بودند در رمضان گذشته، این رمضان نیستند. خداوند اونها را رحمت و مغفرت و شایسته جنت کند، پدران و مادران مؤمنین مسلمین را رحمت و مغفرت کند و باقی مانده را هدایت و توفیق بندگی عطا کند. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم برحمتك یا رب. برادران عزیز، حسب ترتیب بیان کردن معانی سوره ها و بیان کردن بعضی از احکامات آیات های قرآن کریم که ما یک سوره بعد از دیگری بیان میکنیم، سوره نوبتی من و شما امروز سوره انبیا هست. سوره انبیا از سوره های مکی هست، تقریبا 112 آیت و 7 رکوع دارد. بنابراین به سوره انبیا نامگذاری شد در قرآن که همگی از میان انبیا علیه السلام در قرآن 25 پیغمبر ذکر می شوند و در این سوره انبیا 16 تا از این پیامبران ذکر می شوند. بنابراین نام سوره انبیا هست و در میان این 16 نبی که در این سوره ذکر می شود 5 نبی اولوالعزم، یعنی ابراهیم علیه السلام، محمد صلی الله علیه وسلم، حضرت موسی و حضرت عیسی و نوح علیه السلام، یعنی انبیای اولوالعزم، اون 5 تایی که اصلا در این سوره ذکر می شود. و سوره با جمله شروع می شود که 1400 سال زیاد در اون زمان با پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم خداوند خطاب میکند که اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون. ای پیامبر صلی الله علیه و سلم، روز حساب و کتاب مردم نزدیک شده است، حالان که اینها در غفلت درازند. یعنی انسان ها روزی حساب و میزان و صراط را فراموش کردند. این آیت 1448 سال پیش پیامبر خدا را خطاب میکند. همچنان در سوره بعدی که سوره حج هست، از سوره های مدنی هست، 78 آیت و دارای 10 رکوع هست، اون سوره هم ابتداش یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید. با این آیات ها سر می شود. بنابراین ما موضوع دو سوره را با هم صحبت میکنیم. اگرچه سوره حج بنابراین سوره حج نامگذاری شده است که در اون نسوک حج، دعوت دادن حضرت ابراهیم به سوی حج، در اونجا آیات های حج ذکر میشن، بنابراین سوره حج گذاشته شده است. و سوره حج اگر تفصیل ما در اون صحبت بکنیم چند شب در کار که اون را بیان بکنیم، چون که سوره حج از عجایب ترین سوره های قرآن است. چون که بعضی آیات های اون در مکه نازل شدند، بعضی آیات ها در مدینه، بعضی آیات ها شب نازل شدند، بعضی آیات ها روز نازل شدند. در این آیت ناسخ و منسوخ است، در این آیت محکم و متشابه است. یعنی یک انواع نزول در این سوره حج وجود دارد که وقتی زیاد در کار که ما این را بیان کنیم. لیکن ابتداء من بیان کردم که یا ایها الناس اتقوا ربکم، ای مردم از پروردگارتان بترسید، چون که روز قیامت بسیار روز عظیم است. شما میبینید هر مادری که
رضی خود را، طفل خود را شیر میدهد، اون را ترک میکند و فرار میکند. و تضع کل ذات حمل حملها، هر یک حامله دار، چه از انسان چه از حیوانات، اون بچه خودش را، ماهش را دیگه از ترس اون روز نگاه نمیکند، اون را بیرون میکند. و ترى الناس سکارا، میگه شما مردم رو میبینید میگوید اینا مستند، بالا یک دیگر افتادن، در دم و پر هستند. و ما هم بسکارا، قرآن میگوید اینا مست نیستند، ولکن عذاب الله شدید، لیکن عذاب پروردگار شما سخت است. از دهشت این روز اینا این محشر را دارن میکنند. بنابراین من کوشش میکنم که سوره انبیا که اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلة معرضون، از این آیت که حساب و حسد مردم نزدیک شده است، حالا که اینها در غفلتند، از این و اون آیت های ابتدایی سوره حج، امروز بهتر و خوبتر موضوع را در این باره کنیم که چگونه روز قیامت می شود، یعنی کدام علامت ها در میان بندگان خدا صورت می گیرد که قیامت برپا می شود. بعد اون روز می شود که یوم یجعل الولدان شیبا، موی سر کودکان را سفید میکند. اون روز چگونه صورت میگیرد؟ امروز اگر وقت فرصت باشد ما درباره علامت های بزرگ قیامت صحبت میکنیم که بعد این علامت ها قیامت میشود. علامت های کوچک داریم، علامت های میانه داریم، علامت هایی داریم که بعد اونها دیگه قیامت سر میشود و اون علامت ها 10 علامتند. اولین علامتی که از علامت های بزرگ هست که قیامت می شود، گفتیم 10 تا هست. اولین او خروج دجال است. دجال وقتی که می براید، خرق العادت، چیزهای الله تعالی در این گذاشتگی است که این فتنه و امتحان برای بندگان خدا هست و اون همگی در این زمین 40 روز می ایستد. پیامبر گفتن روز یکمش مثل سال است، روز دومش مثل ماه است، روز سومش کل جمعه یعنی مثل هفته هست و باقی ایامی که ایامنا، دیگر روزاش رنگ روزای خودمان هست. و اون از اصفهان ایران بیرون می شود، در لودی مقام در فلسطین هست، در اونجا با ضربه خنجر عیسی علیه السلام کشته می شود. اما دجال در این 40 روزه که هست چه چیزهایی میکنه در میان مردم، اینقدر فساد میکند. در حدیث آمدگی هست که در میان پیشانی او کافر نوشتگی است که هر مؤمن در قلبش ایمان دارد میتواند خوانده که در پیشانی این دجال کافر نوشته شده است. حتی از فتنه های دجال در احادیث میاد، میگه اون بالای سر قبر پدرت میاد، قبر پدرت میزنن، میگه پدرت بیرون میشه، میگه اتبعه هو علی الحق، ای بچه جان میگه پیرویش که این حق است، ولو آنکه هو لیس اباک، این پدرت نیست، شیطان یتمثل اباک، این شیطان است در صورت پدرت اومده بیرون. چون که با نص قرآنی هیچ کس در دنیا تا روز محشر از قبرش، از جای مردهش، هیچ مرده حشر رو زنده نمی شود. پس مؤمنین عقیده دارند که اونی که از اون داخل بیرون میاد اون شیطان است که در صورت پدر اون آمده است. یعنی تا این درجه فتنه های دجال سنگین است. و من مختصر گفتم بگذارم که دریافت کنیم همه این علامت ها را. علامت دوم از اون علامت های 10 گانه نزول حضرت عیسی هست. حضرت عیسی علیه السلام در 2 کتف ملائکه ها در منارة البیضاء دمشق، در مناره سفید دمشق، در اونجا فرو می آید. وقتی فرو می آید که مسلمان ها همه صف کشیدن برای نماز بامداد، وقتی که اون را پیش میکنن، اون برای کرامت امت محمدی، برای اکرام و فضیلت امت محمدی پیش نمیدراید، امام نمی شود، مقتدی هست، بر امام نیت میکند و هو نبی، حالا که او پیغمبر است. این فضیلت این امت محمدی صلی الله علیه وسلم است. و وقتی که اون میخواند همگی آنچه که نظر حضرت عیسی هست از روی عمر، 7 سال اون عمر میبیند. در این 7 سال اولین کاری که میکند، دجال سر میکند در همون لودی مقامی از در فلسطین، اونجا دیرامش میکند، میگه من ضربه برای تو دارم با این خنجر که باید خطا نکنم، در اونجا میزند، دجال به قتل میرساند. در همین جا حضرت عیسی علیه السلام مردم را به سوی توحید دارد دعوت میکند که علامت سوم بیرون شدن یأجوج و مأجوج، بر اون جبرائیل وحی میکند که خداوند میگه که الان قوم بیرون میآید که
لا یدان احد بقتالهم، یگان کس قدرتی جنگ کردن با اونا رو ندارد. بنابراین میگه ای عیسی خداوند امر میکنه تو را که از این مؤمنین کسانی که تو را پیروی میکنه اینا را بگیر به کوه تور برن، یعنی پناه بگیر با اونجا که صد یاجوج و ماجوج. دیروز قصه کردیم اون ذوالقرنین اون دیواری کده بود، همون دیوار دیگه شکافته میشود و اونا بیرون میشن. حضرت عیسی اون مؤمنین هم میگیرد با همون میرود کوه تور. در کوه تور هست که یاجوج و ماجوج بیرون میاد. یاجوج و ماجوج اینا اصلا نسلا بشر هستند، اینا از یکی پسران حضرت نوح علیه السلام هستند، انسان هستند. لیکن اینقدر زیادند که عدد اونها را جز الله کسی نمیداند و اونها وقتی بیرون میان زمین فساد میکنن. اگر جنگل میدرن ایوسو همه را چوب میکنن میبرن زمین آب. حتی در حدیث میاد که بحیره طبری یک دریای هست در طرف فلسطین که با اسرائیل هم جوار هست، اون 4 کیلومتر برش است، زیاده از 30 کیلومتر دراز است. همین یاجوج و ماجوج پیشش به همون میگذرد، عقیبگی ها میان میگن کان فیه الماء، یعنی یقالو، یعنی گفته میشه که در همین آب بوده از همون پیش هم بحر میگذرد. اینقدر یعنی یاجوج و ماجوج در زمین الله فساد میکنند، نه نباتات میمونند، نه درخت میمونند، نه چیز. حضرت عیسی علیه السلام دعا میکند که ای الله تعالی اینا را از زمین بردار. خداوند دود کرم را روان میکند که اونها در همین جای اونها واقع میشوند و اینها را قتل میکند. یقال له نغف، نام این کرم نغف هست، یعنی اینها را همه را میکشند. فی لیلت واحده، در یک شب همه اینا میمرند، روی زمین جسد میگیرد، بو میگیرند، کرم میزند اینا را. حضرت عیسی با دعا میکند که ای الله این زمین تا از اینا پاک کن. خداوند پرندگان را روی میکند که اسنام البخت و مانند همون گردن شتر و کوهان شتر، یعنی پرندگان را روان میکند که اونها میآیند هر یک کامش یک جسد میگیرد، یذهبوا الی ما شاء الله، میروند به سوی که الله بخواهد، زمین تازه میکند. بعدا خداوند باران را میارد که لا بین مدر ولا وبر، یعنی هیچ هلچه حشرات و مرچه نیست که این باران داخل میشود، زمین رو میشوید، زمین بکر میشود، جوان میشود. حضرت عیسی میاد قطعی مؤمنین باز مردم را دعوت میکند. وظیفه حضرت عیسی در روی زمین چی هست؟ دعوت کردن به سوی توحید و شکستن صلیب، قتل کردن خوب و دعوت کردن به سوی توحید. این از وظیفه‌های حضرت عیسی است. در همین 7 ساله که حضرت عیسی دعوت میکند مردم همه موحد و نیک صالح میشوند و زمین چنان برکت میکند که یک قبیله در پوست انار میشینند، دستایش صحبت میکنند. در درخت انار نه، در انار خودش پوست انار 9 نفر میشینند از یک قبیله صحبت میکنند. همین جده که حضرت عیسی علیه السلام از دنیا میگذرد. حضرت عیسی را میدونین مسلمان ها میارن مدینه، در جا دارد اونجا دفن میکنن. بعد چند وقت باز شیطان میاد میان مردم، باز فتنه میکند، باز همون غیبت و باز همون دروغگویی و با همون همه نمود فساد در میان مردم میشود. بعدا علامت 4 از این علامت های بزرگ، یعنی خسف فی مشرق الارض، در مشرق زمین یک شهر دور زمین میرود. همه دنیا در اون باره صحبت میکنند لیکن کسی نمیداند که کجا رفته. همه عالم در بارش گپ میزنند. باز یک خسف دیگه در مغرب ارض میشد، با یک خسف دیگه در جزیره العرب. یعنی در این 3 منطقه که بیان کردیم شهرها زیر زمین میشوند که هیچ کس معلومات درباره اونها ندارد. چند علامت شد؟ 6 تا. یعنی دجال، یاجوج و ماجوج، نزول حضرت عیسی، یاجوج و ماجوج و خسف فی مشرق الارض و خسف فی المغرب الارض و خسف فی جزیره العرب. 6 علامت شد. علامت 7 اون علامت است که خبر میکند به 3 علامت بعدی که ای بندگان خدا کسی ایمان آورد ایمانش فایدهش میکنه، اگر نیاورد دیگه ایمان قبول نیست پیش خدا. اون چی هست؟ اون خروج دخان است، دود میبراید، تمام دنیا را پری دود میکنه.
زمین آسمان دود میگیرد. و مسلمون یحسونه کالذکمه، مسلمانان به مانند اینکه گریپ شدگر هم حس میکنند. اما بالکفار عذاب شدید، برای کفارا این دود عذاب سختی است، عذاب علیم است، دردناک عذاب است. بعد این دود خداوند امیر نقل میکند در سوره انعام، غالبا میگد که یوم یأتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل. ای محمد صلی الله علیه وسلم، وقتی بعض از نشانه های قیامت پروردگار تو آورد، هیچ نفس را ایمانش فایده نمیکند اگر پیش از این علامت ها ایمان نیاورده باشد. اینجا را قرآن نقل میکند، همین علامت هفتم را که از دجال شروع میکند تا خروج دخان، چون که علامت بعدی هشتم آفتاب از مغرب طلوع میکند. حالا که در مغرب نمیشست، برعکس وقتی که المغرب آفتاب برآمد، لا دعاء یسمع ولا عمل ترفع ولا ایمان تقبل، نه عمل قبول است گوش کرده میشه، نه ایمان بالا میرود، نه ایمان را الله تعالی میپذیرد، دیگه هیچی نیست. چون که علامت بعدی در حدیث میاد که این آفتاب 3 روز برعکس میبراید، باز برعکس میبرد، باز برعکس میبرد، بعد 3 روز با محل خودش میرود. و علامت هشتم خروج دابة الارض است که این قرآن نقل میکنه، حیوان هست. در روایت میاد اگر چیز ضعیف است، میگه یقتسم الناس، این حیوان چی وظیفه دارد؟ میگه این پیچد میزند، هذا کافر هذا مسلم، هذا کافر هذا مسلم. این از مهمات همین دابة الارض است و این دابة الارض وفات میکنه. دهمین علامتی که بعد او دیگه قیامت است، خروج النار من بحر الیمن. بعضی گفتن مشرقی زمین، این روایت هم است. روایت دیگری گفتن از زیر دریای یمن یک آتش میبراید. این چی وظیفه دارد؟ این از عالم مردم در محشر دنیا که شهر شام است جمع میکنند. یقیل کما یبیت کما یبیت الناس، یعنی مردم سر میکنند از کره زمین که جای انسان ها زندگی میکنند. هر کجای مردم خواب میروند میستند، میخیزند با سر میکنند. اینا را در محشر دنیا در زمین شام جمع میکنند. اونجا هست که پیامبر صلی الله علیه وسلم چقدر پیش گفته بود، کیف انعم و صاحب القرن التقم القرن، من چگونه عیش اسراف کنم بگردم، چون که اسرافیل همون بو قگو در دهنش گرفته، باید اسرافیل سوره بکشه. در اونجا که جمع میشوند، صبحش یک بادی شمال سبای در اونجا میوزد، یک شمال خوشبوی نرم می شود که هر انسان ذره ایمان در دلش دارد اون از دنیا میگذرد. باقی میمونن اشرار الناس، باقی میمونن صاف انسان هایی که با خدا ایمان ندارند، مشرکین و کفار باقی میمونن. فتقوم علیهم الساعه، بعدن قیامت در سر اینها چی می شود؟ قایم می شود. اونجا هست که اسرافیل سوره میکشد و همین صوت همین خیل می رود. در حدیث میاد اولین صوت همون انسان در میرسد که با شترش در زیر حوض آب دادیسته، اونو میبرد. همین صوت بالای زمین میدود، حیوان ها میمرند، حشرات میمرند، انسان ها میمرند. همین خیل همین آواز بالا میرود، ملائکه ها طبقه آسمان ها میمیرند، همه میمرند با همین صوت اسرافیل، الا ماشاء الله، مگر امون چند کسی که الله بخواه اونا میستند. وقتی که این صوت همه را میمیراند، الله تعالی ملک الموت میگه من بقی، کی باقی ماند؟ میگه بقی اسرافیل و میکائیل و ازرائیل و عبدک الفقیر. ای الله میگه جبرائیل و میکائیل و اسرافیل باقی مونده است و بنده فقیری تو ملک الموت. میگه ای ملک الموت جان اینا را بگی، هر سه اینا را جانشون بگی، هر سه اینا را جانشون میگیرن. میگه ای ملک الموت کی باقی مونده است؟ میگه ربی عبدک الفقیر و انت ربی جل و علا، ای پروردگاری بزرگ بالای من تو مانده، میگه و بنده فقیره. الله تعالی میگه موت یا ملک الموت، ای ملک الموت میگه بمر، او میمرد. بعد این زمین رو با 7 آسمان خداوند در یمینش میگیره، در دستش میگیره، 3 مراتبه این رو میجقد، میگه لمن الملک الیوم، امروز مالک پادشاه کی هست؟ مالک کی هست؟ همه مردگی هستن، کسی صدا نمیتر. لمن الملک الیوم،
لمن الملک اليوم، امروز کجا هستن مالکان؟ کجا هامان و نمرود و اون فرعونه که انا ربکم الاعلی گفته بود من خدای بزرگ بالا، کجان؟ لمن الملک اليوم، هیچ که صدا نمیته، هیچ حیات غیر خدا حیات نداره دیگه در اونجا. الله تعالی میگه، خودش جواب میده که لله الواحد القهار، امروز مالک این ملک الله یکتای هست که قهار است، بر همه غالب است. در اونجا هست که بعداً پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که 40 یعنی روز باشد، ماه باشد، سال باشد، بین یعنی سوری اول و سوری دوم 40 گفتم پیغمبر، 40 نامعلوم که اون 40 هفته باشد، 40 روز باشد، 40 ساعت باشد، 40 ماه باشد، 40 سال باشد، گفت 40 هست، یعنی سوری اول و سوری دوم. پیامبر صلی الله علیه و سلم نقل کردن اون روزه. شما ببینید اون مالکی که این علامت ها دهگانه شدند و اون دنیا را با این بزرگی جمع کرد و همه را برای ما بیان کرد، امروز جوان محترم با این توجه نکند که این قصه را اون یاد گرفت، این علامت ها را اون دانست، اون با این توجه کند که این الله بزرگ پیش این جوان محترم چقدر قدر دارد، قیمت اون پروردگار چقدر است. آیا حرام های اون را دست میکشد، حلال های او را دست میزند؟ آیا در پنهان و آشکار از این پروردگار بزرگ و بالا میترسد یا نمیترسد؟ این برای مؤمنین و مسلمین مهم است. الله تعالی من و شما را هدایت و توفیق بندگی عطا کند، گذشتگان ما را پروردگار را ببخشد و بامرزد، آبرو و عرض زنان و دختران امت اسلام را حفظ کند، پروردگار را امنیت و ثبات و صلح کشور ما را همیشگی بگرداند. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم برحمتك.